الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا استفاده بردن این خوشبویی هایی که در درونش یا که همراهش سپیرت وجود دارد، خمر وجود دارد، جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. بله، امروز خوشبویی هایی که کفار می سازند و از دولت های کفار انسان خریداری می کند و معروف ترین اونها که اروپایی هست، باید دانسته شود که در درونش خمر وجود دارد، ماده مسکر یعنی مست کننده وجود دارد و البته همراه این خوشبویی ها سپیرت وجود دارد. دو ماده وجود دارد که این ماده ها انسان را به مستی میبرد. یکی این ماده را نوشیدن، با آب همراه کردن نوشیدن ممکن است، دیگرش را نیست، لیکن هر دویش هم ماده مسکر است که از هر دوی همین هم تمامی خوشبویی هایی که یا که میگیم به زبان روسی که معروف است به شما دوخی، دزدران، دوخی هایی که یعنی خوشبویی هایی که امروز کفار میسازند از همین ماده خمری همراه است. پس آیا استفاده بردنش جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. مختصرا میگوییم و بیان میکنیم که هر خوشبویی که مواد سپیرتیش، خمریش، ماده سپیرتی خمری بالا شد، زیاد شد، به آن قدر که انسان همون را خورد مست می شود، استفاده بردنش در این حالت حرام است. اگر شما سوال کنید که این ماده چقدر ماده بودنش ممکن است، بعضی از علما 5% میگویند، یعنی 5%، 6-7%. وقتی که سپیرت به درون یک خوشبویی همراه شد، از 100% 5-6%ش بالا، در این حالت میگن استفاده بردن این خوشبویی حرام است. اما وقتی که مثلا 5% یا که 6% و از این 5-6% پایانتر، از 100 5-6% پایانتر 1 2 3 4 5-6% شد، در این حالت که اگر نوشد نواد یک انسان همین خوشبویی را نوشد مست نمیشد، در این حالت استفاده بردنش میگن جایز است. و این خلاصه قول علما است، برای آنکه در این مسئله سخنهای علما بنیاد زیاد است. دلیل حرام بودنش از کجا؟ دلیل حرام بودنش این سوره مائده است که الله سبحانه و تعالی گفت، سوره 90 و 91 در مسئله خمر بیان کرده، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر، قمار و بعضی از این چیزهایی که دوام میدهد، میگه که خمر یعنی همین ماده مست کننده، هر یک چیزی که انسان را مست میکند، وقتی که نوشیدت مست میکند یا خوردت مست میکند، استفاده بردت مست میکند، این حرام است و البته رجس است. در آیت رجس آمده است، رجس من عمل شیطان. و در دوام آیت فجتنیبوه، در آیت دیگر میگه فجتنیبوه، دست کشید. امام قرطبی و امام شنقیطی در اضواء بیان و تمام مفسرین تبری و ابن کثیر و بغوی رحمه الله میگه فجتنیبوه ای تباعدوا عنه، یعنی از همین چیز دور شوید، تماما استعمال نکنید در یگان جای. امام قرطبی رحمه الله میگن که نه بخورید، یعنی نه نوشید و نه به خودتان رسانید و نه یگان خرید و فروش بکنید، تماما از خمر دور شوید. بارک الله فیکم. پس از همین جهت علما میگویند که استفاده بردن اون دوخه هایی که نسبت سپیرتیش از 6-7% بالاتر است حرام است. چی رسد امروز بعضی از برادران میگن که نسبت سپیرت در این دوخه های امروزه از 20 کم دیده نمی شود و حتی تا 90% می رود. یعنی در بعض دوخه ها 90% سپیرت وجود دارد، ماده مست کننده کحول وجود دارد، از غول گرفته شده است. سبحان الله. پس این نمود سپیرت هایی که از 6-7% بالاتر سپیرت دارد 100% استفاده کردنش حرام است.
علتش چیست؟ علت حرام بودنش چیست؟ علت رو میگن سبب. چخیلی که قاعده فقهی وجود دارد، الحکم یدور مع العلت وجودا و عدمه. حکم با همراهی علت است. یعنی ما حرام کردیم، از کدام علت؟ اگر علت به وجود آمد حرامی اثبات میشد، علت نباشد حرامی نابود میشود. سبب علت این مست کننده بدنی همین مواد. علما میگویند هر ماده مست کننده که به دیگر ماده ها آمیخته شده است و ماده مست کننده در این موادهای دیگر زیاد است، از 10-20 بالا زیاد است، چخیلی که ما گفتیم 6-7 از این زیاد است، انسان وقتی که خورد مست می شود. البته میمیرد اما پیش از مردنش مست میمیرد. اول مست میکند بعد میمیرد. یعنی شرط نه که انسان رو اول مست کند. یعنی همین ماده رو کسی که خورد و وفات نکرد مست می شود. خورد و وفات کردم حرام است، یک ذرهش رو استفاده بردنش هم حرام است. برای همین علت حرام بودن این دوخی ها، سبب حرام بودن این دوخی ها این نجس بودنش نیست. سبب حرام بودن استعمال این دوخی ها حرام بودنش است. گویا که همین دوخی این خمر است، یعنی این شرابی مست کننده است. پس هر یک شرابی که مست کننده باشد، گرچنده که اگر خورید، اگر نوشید وفات کند هم، انسان رو کشد هم، ضررآور باشد هم، همچون یک زهر باشد هم، در این حالت این مواد، یعنی این آب یا این دوخی مست کننده هست یا نیست؟ مست کننده هست. گرچنده که انسان رو میکشد مست کننده است. پس استفاده بردن آبهای مست کننده، چیزهای مست کننده حرام است. از همین جهت علما دوخی رو حرام کردن، نه از جهتی نجس بودنش. ما با مسئله نجس بودن باز صحبت میکنیم. یعنی وقتی که یک چیز خمر شد، عرق یعنی مست کننده شد، ما خمر گفته یک چیزی مست کننده رو میگیم. فرقی ندارد که این خمر، این مست کننده از عسل شده باشد، چرا که یمنی ها در زمان قدیم از عسل هم یک شرابی مست کننده خمر پیدا میکردن، یا که از خرمای تمر باشد، یا که از انگور باشد، خیلی که در جاهای ما وینو و پیو این چیزا رو میکنن، یا که از گندم باشد. زمانهای قدیم این چیزها رو میگذاشتن، ترک میکردن تا که میتوسید و ماده مست کننده پیدا میشد. حاضر به حالتهای شیمیایی به وجود میارن. از کدام چیز نباشد یک چیزی مست کننده به وجود آید، دانید که استعمال بردن همین مست کننده، همین آبی مست کننده، یک ماده مست کننده، دوخی باشد، آب باشد، ماده باشد، چیزی نباشد، نوشیدنش، خریدنش، فروختنش، به جسم انسان زده استعمال کردنش و غیر ذلك حرام است. هدیه دادنش در همه حالت حرام است، چرا که این خمر است، این چیزی مست کننده است. یعنی چیزی مست کننده از نظر شریعت، چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند، استفاده بردن، خریدن، فروختن، هدیه دادن، همه اش لعنت شده است و حرام است. و این به اجماع علما است. یعنی به اجماع علما یه اهل سنت و جماعت یک چیزی مست کننده رو استفاده بردن حرام است، چرا که این مست کننده است. برای همین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، ابن القیم الجوزی و اینچنین امام طبری، قرطبی و ابن کثیر در زیر این آیاتی که ما به شما بیان کردیم، سوره مائده آیات 90 و 91 و در زیر حدیث صحیحی که امام مسلم روایت کرده اند، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، هر یک چیزی مست کننده خمر است و همه این نمود خمر حرام است، کمش هم زیادش هم حرام است، فرق ندارد. یک چکر نوشیدنش یا استفاده بردنش هم حرام است. تمام علما در زیر تفسیر این آیات و حدیث میگن که پس هر یک چیزی که مست کننده باشد خمر است. استفاده بردن خمر در دواگی برای نابود کردن باکتریا ها و برای اینچنین خوشبویی و برای دیگر حالت ها استفاده بردنش حرام است. خریدنش هم فروختنش هم حرام است، برای اینکه خمر است. و حتی روایت های در مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبه آمده است که از عایشه رضی الله عنها میپرسند که عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان، بعضی از زنهای مدینه سر خود را با یک ماده شانه میکنند، یک یعنی خوشبویی که همراهش چی دارد؟ خمر وجود دارد، مست کننده یک ماده وجود دارد، شانه میکنند. آیا جایز است؟ میگویند که البته این زنها را از این عمل من کنید، البته این حرام است. و این چنین دیگر از صحابه میگفتند، حتی ابن عباس و ابن عمر من میکردند که یک ماده مخصوص بود برای شانه کردن موی،
استفاده می‌بردند برای زیبا کردن موی، برای خوشبو کردن موی که در درونش ماده کحول مست کننده وجود داشت، من می‌کردند و این چیز رو عذاب الله در روز، سبب عذاب الله در روز قیامت میگفتند. پس دوخی هم مثل همون است. استفاده بردن اون دوخی که ماده مست کننده خمر از 5-6% بالا هست حرام است. و وقتی که از لجنه دائمه این علمای سوال نمودند که در اونجا در سرش مفتی ابن باز بودند، سوال کردند که این چنین دوخه ها را استفاده بردن جایز است یا نیست. ابن باز جواب دادند که این چنین دوخه ها را استفاده بردن جایز نیست و حرام است. سببش، علت حرام بودنش این است که این دوخه ها به خمر تبدیل یافته است، همچون خمر شده است. وقتی که 90%، 80%، 20% به درون آب به یک ماده های دیگر خمر را همراه میکرد، این خمر است. فرق ندارد که نوشیده میشود یا نمیشود، به ما فرق ندارد، لیکن این خمر است و خمر را استفاده بردنش، خریدنش، فروختنش برای زیبایی، برای دیگر چیز، برای خوشبویی حرام است. اما اینجا یک مسئله دیگر است. همین خمر نجس است یا نیست؟ در مسئله خمر نجس بودن علما اختلاف کردند. جمهور علما خمر را البته نجس گفتند و البته این چنین اکثری یا که بسیاری از علمای دیگر خمر را طاهر گفتند، نجس نیست گفتند. بارک الله فیکم. یا که بعضی از علما میگن جمهور علما خمر را نجس نیست گفتند، خمر را نجس نیست گفتند. علما میگن برای حرام بودن استفاده خمر نجس بودن یا نبودن فرق ندارد. یعنی سبب حرام بودن استفاده این دوخه ها، استفاده خمر، سبب حرام بودنش از سبب نظر نجس بودن یا نبودنش نیست، بلکه از سبب خمر بودنش حرام است. از سبب نجس بودنش این دیگر مسئله است. یعنی وقتی که یک انسان به خودش دوخی رو زد، گناهگار شد برای اینکه خمر رو زد، بعد از این نماز خوند، نمازش نماز است یا نیست؟ ما میگیم که نمازش نماز است، برای اینکه قول راجح والله اعلم بالصواب این نجس نبودن خمر است. نجس نبودن خمر است. یعنی وقتی که انسان به بدنش خمر بخبر رسید یا که آمیخته شد یا که دوخه رو استفاده برد که در این خمر نسبتی زیاد دارد، گناهگار شد یا نشد؟ گناهگار شد از سبب اینکه خود را از یک چیزی ریچ دور نکرد. الله گفت که از این دور شوید، فاجتنبوا ای تبعدوا عنه، خود را دور گیرید. اما این مرد دور نگرفت، از همین جهت گناهگار شد. اما از جهت اینکه همچون نجس گناهگار شد، همچون نه از قول راجح همچون نجس گناهگار نشد، بلکه اگر نماز خواند نمازش نماز است، نمازش درست است، صحیح است، اما از سبب استفاده خمر گناهگار است. پس این مسئله رو باید خوب فهمید. برای همین بعضی از طالب علمان رو وقتی که سوال میکنید و میگوید که آیا استفاده بردن دوخه هایی که خمر دارد حرام است یا حلال است، یا میگن که باکی ندارد، جایز است، حلال است. وقتی که میپرسید که چرا، دلیلتون چیست، یا میگن که برای اینکه خمر این مقصد این شرابی که میبینیم طاهر است، یعنی نجس نیست، از همین جهت دوخه هم طاهر است، باکی ندارد. اعوذ بالله من ذلك. این از کم بودن فقه است، از قلت الفقه است. این کم بودن از فهمیدن مقاصد شریعت است، کم از ندانستن علم اصول فقه است و از ندانستن شریعت است، از جاهل بودن از علتی حرام و حلال است. پس علت رو باید آموزیم. بار دیگر تکرار میکنیم که علت و سبب حرام بودن دوخی این نجس بودن یا نبودنش نیست. فرق ندارد که شما خمر رو نجس گوید، فرق ندارد که خمر رو طاهر گوید، پاک گوید، این مسئله باکی ندارد. سبب حرام بودن خمر این است که، یعنی استفاده بردن دوخی این است که خمر است. پس استفاده بردن خمر این حرام است. چخیلی که ابن تیمیه رحمه الله گفتند تمام خمر رو استفاده بردن در تمام حالتها حرام است، الا در حالتهای بینهایت ضروریه که اگر استفاده نبرد شاید مرگ بیاید یا که دیگر علاج نباشد، در حالتهای جراحی وقتی که بعضی باکتری رو به سپیرت نابود نکنند، در این حالت دیگر علاج نباشد، باکی ندارد، اضرار تبیح المحظورات. اما در دیگر حالت به حالت زیبایی، به هر یک نمود چیز استفاده بردن جایز نیست و تمام علما در همین عقیده است. پس سبب حرام بودن دوخی این خمر بودنش است و همه نمود خمر خریدنش، فروختنش، استفاده بردنش، خوشبویی کردنش حرام است. اما مسئله پاک بودن یا نجس بودن خمر این دیگر مسئله است و این علتی و این سببی حرام بودن
یا که حلال بودن دوخی نیست، این دیگر مسئله است. سبب نجس بودن خمر یا که نبودن خمر این مسئله درست هست، همون عبادتی که خمر است یا که نیست. ما که مذهبمون این است که خمر این نجس نیست، پس هر کسی که دوخی را زد گناهگار شد، یک چیزی حرام را انجام داد. اما اگر با همین دوخیش که زده است خمر است در جسمش نماز خواند، نمازش نماز است، اما مأمور است، یعنی باید جسمش را از خمر پاک کند، برای اینکه این امر الله است که از این دور شوید. گفت بارک الله فیکم.